میگم دقت کردی وقتی آب میخوری چقدر میچسبه؟ چون ازش انتظار مزه نداریم. انتظار داشتن خیلی چیزها رو خراب میکنه. از کسی انتظار نداشته باشیم. خیلی مشتی هستی. میگم جالب اینجاست که همونایی که واسه آرزوی موفقیت میکردن تا موفق میشی، من نمیدونم داستان چیه، دشمنت میشن. این بده. چرا نمیدونم. چش دیدنتون رو ندارن، دوری کنین از اینا. میگم قلب من اگه منت بذاره واسه تپیدن، از سینم میکنم میندازم دور. هیچ موقع تو هیچ شرایطی زیر بلیت کسی یا زیر منت کسی نرین. نذارین کسی منت سرتون بذاره. میگم مشتی گلی، گناه های واقعی ما آقا مهدی از ایمانای الکی خیلی ها بهتر. اینو 2 بار گوش بده، 2 بار نگاه کن. اشکیاری هم بفرست براش. یلا بلستن درسته؟ بفرست براش. میگم اگه یه آرایشگر موهاتون رو خراب کنه، عمرن یه بار دیگه پیشش برین. از چطوری به کسی که زندگیتون رو خراب کرده یه شانس دوباره میدین؟ حرام ریخته. اینم یلا بلستن. میگم مال حروم مثل پشمک میمونه، حجم داره ولی برکت نداره. بیادبی نباشه بده بزرگترت هم اینو گوش بده. ببخشید ها. یلا بلستن. به بعضی هم باز گفت اگه میخوایی باشی کامل باش. ما نصف و نیمه ها رو میدیم سگ بخوره. در جریانی که آقا مهدی یلا بلستن. داش محمد، میگم من اونقدر کینه‌ایم که ببینم کسی منو آنفالو کرده میرم لایکمو بر میدارم بعد آنفالوش میکنم. من خیلی ردیم. ببخشید دیگه، شرمنده. یکم که باهاش راه میرفتی شروع میکرد گوز کردن، مثل بعضی از آدما که حرف مفت زیاد میزنن. این بده دیگه. این عکسش هم اینجا میذارم. اینو منظورم. این روزا باید ویترین خوبی داشته باشی، میدونی دیگه. هیچکی با ذاتت کاری نداره که چی تو وجودته. ویترین تو خوشگل کن، پیش همه عزیز باش. ای بابا. اگه یه روز بهم بگن از قشنگی های زندگیت بگو، از رفیقام میگم که قشنگی های زندگی من. تو همینو بفرست واسه رفیق خوبات، واسه کسایی که قلبتن.